سلام به همه دوستان، من امیرم و این سومین قسمت از سفر من به علوم غریبه است. میخوام نه فقط تجربیاتم رو با شما به اشتراک بذارم، بلکه قدم به قدم به شما آموزش بدم که شما هم اگر علاقه دارید بتونید وارد این راه بشید. خب دوستان، یک نکته رو من اول ویدیو خدمتتون عرض کنم. یک مثال بزنم. شما میخواید با یکی دوست شید و آدرس خونش رو دارید. خب نمیتونید سرتون رو بندازید پایین، یهویی برید تو خونش بشینید پای سفرهشون. خب حتما یه اتفاق بد میفته براتون، یه درگیری رخ میده. علوم غریبه هم دقیقا همینطوریه. هر چیزی یه آداب و رسوم خاص خودشو داره. ما داریم طبق آداب و رسوم میریم جلو. خب حالا برگردیم به سراغ آموزشمون. در قسمت قبل گام دوم بهتون گفتم با ذکر اگر علوم غریبه برای من روشنه نشانه‌ای بهم برسون. خب دوستان، اگر شما برگزیده شده باشید بعد از 3 شب و 3 روز یه حس درونی بهتون دست میده، انگار برگشتید به دوران کودکی. یه حس سبکی، آرامش و شادی، انگار از همه غم‌ها و نیازها آزاد شده باشیم. و نشونه هایی که در خواب در ویدیوی قبلی بهتون گفتم اینه. خواب های واضح با نمادهای عجیب میبینیم. درخت، نور، نوشته یا یه استاد. احساس شدید ترس یا آرامش در یکی از شبها. اینها همش یک نشونه است. نترسید از چیزی، فقط ناظر باشید. نه دنبال خواب عجیبی باشید، نه خودتون رو درگیر تفسیر خواب کنید. بذارید دنیا خودش حرف بزنه. اگر این نشونه ها براتون نمایان شد، این مسیر رو شما با موفقیت پشت سر گذاشتید. و اگرم این حسا و این نشونه ها براتون نمایان نشد، انقدر تکرار کنید تا براتون نمایان بشه. حالا رسیدیم به گام سوم. گام سوم خیلی مهمه، چون بدون این قدم نشونه ها نصف کاره میمونن. این قدم اسمش شکرگزاری و آماده سازیه. خب شاید بپرسید چرا شکرگزاری؟ ببین، تو این مسیر شکرگزاری بذارید یه مثال براتون بزنم. مثل روغن موتور میمونه. ماشین بدون روغن راه میره ولی زود میسوزه. علوم غریبه هم همینطوره. اگر شکرگزاری نکنید نشونه ها یا قطع میشن یا به شکل درست نمیرسن بهتون. شکرگزاری یعنی چی؟ یعنی هر چی که دیدی، چه بزرگ چه کوچیک، بدون تصادفی نیست و یه دست بالا پشتشه و ما از دست بالا که خداوند هست شکرگزاری میکنیم. خب بریم به تمرین شب سوم. امشب شب سوم قبل از اینکه بخوابیم. حالا شب سوم دوستان منظور از اینکه گام سوم، نه 3 شب. یعنی اگر بخوام دقیق بهتون بگم میشه شب 14. آره شب 14 میشه. قبل از اینکه بخوابیم در تایم طلایی بین 12 تا 4 صبح 12 تا 4 صبح مراجعه میکنید به همون اتاقی که گام‌های قبلی رو انجام دادید. یک اتاق تاریک و کم نور. اگرم نوری هست فقط از نور یک شمع سفید یا زرد تامین شده باشه نورش دوستان. ذهنتون رو خالی کنید و پاک و با وضو و با نیت پاک بشینید به حالت مدیتیشن. 1 ساعت چشماتون رو ببندید، نترسید و از چیزی و نفس عمیق بکشید. خودتون متوجه میشید رفتید تو خلأ کامل. خیلی ساده این ذکر گام سوم رو تکرار کنید. سپاس که راه را نشونم دادی، آمادم برای گام بعد، نه از روی عجله، از روی حضور. تا جایی این ذکر رو
تکرار کنید که احساس شدید خواب بهتون دست بده. میتونه 5 دقیقه باشه یا چند ساعت، ولی تا 4 صبح بیشتر تکرار نکنید. پس ذکر شد این: سپاس که راه را نشونم دادی، آمادم برای گام بعد، نه از روی عجله، از روی حضور. دوستان، از این به بعد، از این گام سوم به بعد، باید شما یک ذکر محافظتی هم داشته باشید. این ذکر محافظتی رو تو دفترتون یادداشت کنید و همیشه به یاد داشته باشید و حفظش کنید. این ذکر محافظتی رو که وقتی میخونید یک حاله‌ای بهتون میپیچه و از شما رو از هر شری و انرژی منفی دور میکنه. این ذکر این هست: ای خدای دانا و آگاه، چیزهایی که نمیدانم به من یاد بده و مرا از هر بدی و شر حفظ کن. پس ذکر شد این: ای خدای دانا و آگاه، چیزهایی که نمیدانم به من یاد بده و مرا از هر بدی و خطر و شر حفظ کن. این ذکر خیلی کلیدیه. چرا؟ چون تو رو از هر شر و انرژی منفی دور نگه می‌داره. وقتی شروع میکنی با این علوم کار کردن، مثل این میمونه که چراغ قوه گرفتی تو تاریکی. همه چیز جذب نور میشه، هم خوب و هم بد، و این دعا باعث میشه فقط چیزهای مثبت بیان سمتت. خب بعد از این که این ذکرها رو گفتیم و دعا رو خوندیم و ذکر حفاظتی رو گفتیم، باید چیکار کنیم؟ به هیچ چیزی فکر نکنید، فقط بخوابید. نذارید ذهنتون دنبال اتفاق عجیب باشه، چون وقتی که زور میزنیم چیزی رو ببینیم معمولا هیچی نمیبینیم. بذار اتفاقا خودشون بیان به سراغتون. مثلا یکی ممکنه خواب ببینه، یکی ممکنه فرداش یه آدم عجیب تو مسیر راهش ظاهر بشه، یکی ممکنه فقط یه حس عمیق آرامش بگیره. اینها همش یک نشونه است و در دفترتون یادداشت کنید. خب دوستان، یه هشدار دیگه من بهتون بدم. اینو یادتون باشه، علوم غریبه اصلا بازی نیست. دنبال موکل گرفتن یا معجزه سریع نباشید. اینجا هدف اینه که کم کم چشمتون باز بشه و یاد بگیرید اون طرف دنیا رو ببینید. شکرگزاری باعث میشه دروازه‌های بعدی هم براتون باز بمونه. پس قبل از خواب شکرگزاری کنید، ذکر محافظتی رو بخونید، صبح بعد نشونه ها رو بنویسید و این روال رو به مدت 3 شب مثل گام دوم تکرار کنید. این خیلی مهمه. هر چی دیدی یا حس کردی رو یادداشت کنید، چون بعدا ممکنه تازه کامل شه. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. شما